بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هو درس معلم الثاني، درس هجداهم. امروز ال رو میگیریم. ال این به کلمه های اسمی داخل می شود، فقط برای کلمه های اسمی. ال با فتحه و لام ساکن میگیرد و فتحه پیش از لام میآید، یعنی ال. اما در یک وقت ال گفته نمیخونیم، وقتی که سیومین حرف مانند اینجا الکتابو، سیومین حرف اگر شده گرفته باشد در این وقت ال رو نمیخونیم، بلکه فتحه رو به همین سیومین حرف آورده میرسونیم. ما شده رو گذاشته بودیم که شده یعنی علامتی که در تگش همون حرف رو دو تا کرده میخونه. مانند اینجا ال نمیگیم، اینجا از میگیم، از زلالتو. فقط همین شده آید، ما حرفی حرکتی حرفی لام رو نمیخونیم. اما این شده نباشد ما ال گفته میخونیم، مانند اینجا که الکتابو. این بود خواندن ال که انشاءالله این کلمه ها رو خونده میفرویم. اینجا ال در قرآن کریم ل این خیل نمیسته میشد بسیار وقت، بعض این خیل بعض این خیل شکل. اینجا الحمد، الارض، الکتاب، الغیب، القرآن، الفاسقین، الجاهلین، العالمین، الكافرین، المصلحون، الخاسرون، المفلحون، المستقیم، المغضوب، الدین. اینجا خیلی گفته بودیم شده کن آمد، ما الدینو نمیگیم بلکه الدینو. الرحمن، الرحیم، الصراط، الضلالة، الناس، الظالمون، الصمد، التين، الشيطان، التواب، السلام، الصالحات، الرسول. این بود کلمه‌ای که با الف اومده بود در این امروز درس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.